مصرف میرساندیم. حریفای ما بیشتر است تا که تهمت بزنن، میدان براین، مبارزه بکنن. این همه چیزایی که برای ما اینا نسبت میتن. البته شما شنیده باشین و به فیسبوک خود، تا صفحه فیسبوک خود یک پیام گذاشتیم که هر جایدادی را که در خارج، در بانک‌های بیرون هیچ چیزی از چشم بانک جهانی و خصوصا دوستای آمریکایی و غربی اروپایی ما پنهان نمیماند. گفتیم حتی به نام خودم، به نام خانمم، به نام دخترم، به نام پسرم، به نام هر یکی از بستگانم چیزی را یافتن و بر اونا میبخشیم. البته گفتیم که اونا همیشه گفتن که 1 میلیارد و 100 میلیون و 10 میلیون. چقدر ثروتتون؟ خب گفتن نمیتونیم که نداریم، اما ایرا گفتن میتونم که 5 میلیون هم ندارم. 5 میلیون هم ندارم. هر کسی دلار دیگه منظور. بله دلار. هر کسی از این بیشتر یافت ما برایش همون را میبخشم. در داخل و در خارج. بهتر است که حریفای ما میدان براین مبارزه منطقی بکنن. حالا یک موضوع دیگه هم که مطرح میشه که مثل اسماعیل خان خوب یادم اومد که سرداران نجات همین ما با دیگه بزرگا ششتیم. ما گفتم که ما پول نقد ندارم، تصمیم پول نقد ما مصرف شده با جمعیت و به هم بخش‌های مختلف کامپاین انتخابات اینا جایداد دارم. حداقل 20 میلیون دلار ما جایداد در بانک دادم، میتونم 20 میلیون دلار به سر میز پیشنهاد میمونیم کار زودتر شروع بکنیم. این جایدادتون رو به گرو بانک دادید یا نه؟ باز دی دور نه، در دوره سابقه بله. خب من میگم حداقل دی دور اگر دادید خب باز خراب شد. رفیق خوایم گفت والا گفت خدا رو شکر گفت که امیتی ما ازم پوشید همین جایداد میرفت هم پول میرفت.